نشناخته. چند ده سال پیشتر عزیزترین چهره هنر، عزیز قلب هواداران عالم موسیقی تامارا کاتایوا هست. واقعا زمان دیگر شده و او هم تغییر یافته. این گل دختر هنر وقت جلوه کرد روی صحنه که در فصل هنر باران میریخت. اگرچه جوان بود و بی تجربه، حضور استادان آن زمان به جانش عطر ریحان ریخت و او خیلی زیبا ساغر مهر و محبت خود را، ساغر صدق و صفای خود را، ساغر آرزوهای نکوی خود را با ترانه گردانیده بود محض از همین جا که آن زمان کارگاه او بود. سالهای 70 عصر گذشته ارکستر استرادی آوازدار گلشن اینجا فعالیت میکرد و تامارا خانم یکی از گلهای خودروی این گلدسته خوشرو و معطر و دیدنی و چیدنی بود آن زمان. و اینک حرف و هجا از باب اوست این مراتب ما را. تامارا کاتایوا. بفرمایید دیگر. تامارا کاتایوا یکی از اساسگزاران ارکستر استرادی گلشن، زاده سمرقند بوستانی و اما روش زندگی و رسوم زیستن آموخت در دل تاجیکستان دوشنبه گلبدامن و اینک راهی طی کرده. سالهای 1969-1978 سلیس ارکستر استرادی گلشنی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. سال 1970 اشتراکچی دهه ادبیات و صنعت تاجیکستان در پریبالتیکا. سال 1974 اشتراکچی دهه ادبیات و صنعت تاجیکستان در جمهوری قزاقستان. سال 1997 اشتراکچی اولین فستیوال بین الخلقی ترانه‌های شرق در شهر سمرقند. سالهای 1990-1994 اشتراکچی همه فستیوال‌های بین‌المللی در شهر نیویورک امریکا. بعد آن که زندگی و زیست مجرا گرفت در امریکا، باز هم هنر بود زیوری بناگوشش و با این هنر نوری دیده و تاجی سر بود هر جا که بود. و اینک سفرهای هنری. سال 1999 هنرنمایی در فستیوال فولک در واشنگتن. سال 2002 سفری هنری در شت‌های کالیفرنیا، آریزونا و جورجیای امریکا. سال 2003 اشتراکچی فستیوال بین‌المللی در مراکش. سال 2005 هنرنمایی در شهر وینای استریا. سال 2006 هنرنمایی با انسامبل مقام در اسرائیل. سال 2008 شرکت در فستیوال بین‌المللی ترانه‌های خلق در نیویورک. سال 2010 سفری هنری به واشنگتن در جشن عید نوروز. سال 2019 سفری هنری به اسرائیل تحت عنوان تاجیکستان در قلب من. سال 2020 سفری هنری به شهر گناوری آلمان و شرکت در هفتمین کنفرانسیای بین‌المللی و واخوری با هنرمند خلقی تاجیکستان لیلا شریفова. همچنین سالهای 2001، 2004، 2016 نیز به تاجیکستان سفرهای هنری انجام داده و خاطر مخلصان را شاد بنموده. این زمان فعالیت دارد در انسامبل مقام در امریکا. قدردانی‌ها: علوچی فرهنگ تاجیکستان، علوچی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، دارنده جایزه زن سال در صنعت، همسر مشفق و غمخوار، مادر دلسوز و جان‌نثار، بیبی جان جانانه و نازبردار، هنرمند مشهور و آوازه‌دار، یکی از اساسگزاران ارکستر استرادی گلشن، تامارا کاتایوا. استاد تامارا خانم هنرمند اصیل هستند. به اسباب یک میکروفون در دست میتواند که یک معرکه را نیم ساعت تا حدود یک ساعت تصفیه. معرکه همین خیلی گرم شود، برعکس بازی و بخوستندی ها بدل میگردد و این تالنت هر هنرمند شده نمیتونه. گرچند که اینا در امریکا زندگی میکنن، لیکن یادشان دل جگرشان با تاجیکستان، با دوشنبه است. از دیدارشان بخاطر خرسندم که زنگ زدن و من گفتم چخیلی شما آوازتون ناز اومده. ما دوشنبه با ما قریب اینفارکت میگرفتم از خرسندی همه قطر و سرم آسمان برسید. وطن میکشد. من گفتم که چخیل شما اینجا با اکلیماتیزاسیون شدید می. گفتم که ما وقتی که از اینجا امریکا روم دیر اکلیماتیزاسیون میشم. اینجا که اومدم گویا که همینجا بودم. امروز از چی روزی دلکش هوا، با تو دارم هوس تیزتر بیا،
تا ببینم رویت، تا ببوسم مویت، رو ببخشد بویت یار. تا ببینم رویت، تا ببوسم مویت، رو ببخشد بویت یار. یاری جانی من بیا پزمان شدم، مهربانی من بیا پزمان شدم. تا ببینم رویت، تا ببوسم مویت، رو ببخشد بویت یار. تا ببینم رویت، تا ببوسم مویت، رو ببخشد بویت یار. سلامت باشید، سلامت باشید. احسن. زی هنر و زی هنرمند و خوش آمدید به تاجیکستان، به وطن عزیز که وطن شما هم هست. شما امروز روزگار به سر دارید در دوری ها و اما ما مطمئنیم که تاجیکستان با شما هست. خاطره های تاجیکستان، طبیعت تاجیکستان، نبض تاجیکستان حتما که با شما هست و این محبت چگونه محفوظ ماند در زندگی جدید در دوری ها؟ در دوری ها هرچند که من در ازبکستان در سمرقند تولد شدم، لیکن برای من از همه مهمترین، از همه قیمتترین این تاجیکستان است. برای اون که در تاجیکستان فعالیت مدنی من سر شد. من بسیار میندارم از انسامبل گلشن که رحمت عارف شاه عارفوف سرداری میکردن، در همونجا من ترقی یافتم. بله. امروز همه درباره گلشن میدونند که در گلشن کیها بودند، چگونه لطف کردند، چگونه محبت کردند برای ملت، چگونه خدمت کردند برای ملت و اما نه هر کس میدوند که گلشن چگونه به هم آمد، این گلها چگونه گلدسته شدند، چرا گلشن نام گرفت. شما عمیق میدانید و فرصت بسیار خوبی هست که برای بیننده قصه بنمایید. شما چگونه به هم آمده؟ وقتی که ما با عائله در شهر دوشنبه قدم رنجاندیم، در همون وقت گلشن را همه میدانستند. برای اون که در تاشکند حال اینقدر نامی دیگر استراد انسامبل اینقدر مشهور نبود که همین خیلی ارکستری گلشن مشهور بود در همه روی جهان. برای همین برای من این بسیار یک خوشبخت‌ترین وقت شد که من در همونجا قدم رساندم. وقتی که شما خودتون رفتید یا کسی شما رو من پیدا همین کرد؟ وقتی که در همین شهر دوشنبه کوچیده اومدیم، همینجا بعد ارتیست خدمت نشان دادی تاجیکستان فاطمه کوینا رو دیدم. این کس مرا در شناختم چون که من در عائله صنعتکاران تولد یافته شدم. مادر من فریدا مولاکندова، این کس سلیست انسامبل یهودانی بخاری بودن، لیکن از ازبک نرکومپروس بودن اینها. یک خونشون این خیلی بخوندن: چشمی بدی خلق به چشمی مستت نرسد، آفت به لبان مای پرستت نرسد، از پیش خدا همین مراد می طلبم، در قد مبارکت شکستی نرسد. مادر من هم سرود می خوندن، هم اکتریس بودن، هم می رقصیدن. از برای همین دلی من به اینجا بود. لیکن من خودم حتما مدیسینسکی تمام کردگی. شما معلومات طبی دارید؟ معاملات و طبی داشتم، لیکن همون خونی صنعتی که در درون من بود همون نموند. من میخواستم که در صحنه پروفسیونالی سرود خوانم. سون این کسایی میدونیم بچم حاضر در ارکستر گلشن اینو آدم ها رو دعوت کرده استاد است، یک جاش خالی بوده است، پیشوا بمیروی ارتیستی شایسته تاجیکستان رانا غالبوف میدونستید. همونجا پیش معلمه اومدم، معلمه مرا دیده گفتن که شما بسیار صحنه زیب هستید، البته شما رو میگیرن. گفتن خیلی. گفتم معلمه چی سرود را خوانم؟ مالی یک تا سرودی مادرت رو میخونی، سونی دیم سرود است، اما سرود خوانم که راز این شب از شب این کس سرودی همون معلمه. سون وقتی که همین دو تا سرود را خواندم، در همونجا آدم های کمیسش گفتن میگیریم این کسا 120 سوم عقل داشتن. این میدونید من چه برای من 120 سوم در همون وقت بلندترین این اولیک بود. در همون وقت انا از سال 1969 در گلشن من اشتراک کردم. در دکاده فستیوالی تاجیکستان 2 مرتبه 1970 1976 چقدر مون هر کجا به سفر داشتیم، هر کجا به گاسترول داشتیم. سونی و برای پگرانیچکو در پومیر 30 روز در همونجا من استقامت کرده، برای آنها برآمد کردیم. یادی روزگارانی باشیم، یادی گلشن آوازدار، یادی همپیشه های دیگر رفته به سوی بی سوی، اندوه غم را آورد به چهرهش در یک زمان.
ایام بود که دلش پر از فریادهای بی‌زبانی گشت. این زمان در حسرت آن زمانی پشت سر شده، زمانی گل گل شکفتنها، زمانی مست تپیش، زمانی تازه جوان و پرجوش و خروش ها. وقتی که من فعالیتم رو در انسمبل گلشن آغاز کردگی بودم، تمره همون وقت уже فعالیت میکرد. بسیار خصلت‌های تمره گویم که بسیار دختری پاکیزه دل، میمان دوست همیشه یگان بخیلی و غرض نداشت. سروداش هم بسیار همیشه سرودای با خود مخلصای بسیار داشت. تمره دختری زیبا، قد بلند، تمامی همین طلباتای حافظه استرادی با میارزی. تمام این میگونم مهارتی صحنوی، آوازش، سروداش. گلشن با آمدگیم به 73 سال تمره خون уже کار میکرد. ما تیز همه قطر آشنا شدیم، یار دوست شدیم، دوگانه شدیم. وای خونی من خونی وای کس با اینم بخد اوقاتوی بمزه میپزن. های من ملتی منم اوقاتوی بمزه ما وای با لغمان منتو یاد میدادم. این کس بوسه همین ماهیره همین چخیل ملتی اینو تیار میکنه. من از ود یاد گرفتم. این کس همه کل ستارش گر آدمگری دارد که همه خل یک دیگر ما دیده همه قطر یک دوگانگی همه خل که انسان صنعتکار با عاشق شدیم. استاد تمره خانم براستی یکی از اساسگزاران ارکستر استرادی گلشن هستند. من در خاطر دارم که پیش از ما با این انسامبل خدمت بسیار و اساسگزار اساسی آن لیلا شریف هستند. بعداً تمره خانم هستند، بعداً اپای محبوبه هستند با و آمده شادروان مقدس نبی و هستند، اپای مغفرت هستند. خب استاد تاج‌الدین محی‌الدینov شادروان هستند، کرامت الله عزیزی ما هستند، خرما شیرین و در همون سالا سرودهای از همه انتخابی خوب کردگی هستند و در ریپرتوارشون همین تا حاضر در خزینه رادیو توجیه هستند. وقتی که من با ارکستر گلشن آمدم، علاقه تمره کتایو از گلشن رفته بودم. لیکن من درباره این کس از مقدس نبی و از رحیمه شلایر، از مغفرت امرخل و بسیار سخنهای نیک میشنیدم، غایبانه میشناختم. و در وقتی که 55 سالگی ارکستر گلشن را قید کردن، اینها آمدن و ما در آنجا شناسیدیم و بسیار دوست شدیم. بسیار همچون همکسبات زود یا دیگر را فهمیدیم. و وقتی که من با امریکا سفر کردم، 2 بار با امریکا سفر کردن، آنها مرا خوب پذیرایی کردند و من خواهش کردم که با من هنرپیشه خلقی ازبکستان که در تاجیکستان بسیار هم مشهور بودن، محبت شمعی را میخواستم دیدن و اون کس اینا مرا با یک محفلی بردن که همه اونها در آنجا بودن و از آن جمله محبت شمعی و من با اون کس شنا شدم، سرودخوانی کردیم و من دوستی ما از همین از 55 سالگی گلشن از نزدیک آغاز شد. من یک چیز رو حس کردم و میدانم که اینها تاجیکستان را بسیار دوست می‌دارن. همین خیلی وطن محبتش بسیار قیمت‌ترین، بسیار این بهای بلند دارد که این خزان بودگیش را دیده نمی‌توانید. خیالم که حال بهار باشد. برای چی؟ برای چی؟ برای اون که همین خیلی بسیار شهر دیگرگون شدگی.
бисёр зеботарин шудаги сони мардуми халқам ҳамин қил шуморо пешвоз мегирад ки ҳамун вақтҳои ёшин бе чӣ хеле ки пешвоз мегирда чӣ хеле ки мон муҳаббате ки бароимон доштанд ҳозирам ҳамин хел ин чизи хуб аст аз ин қиматтарин чизи хуб нест вақте ки мон дар амрико кӯчида омадем акун ман фаҳмидам ки фақат касби худро карда метавонам соне дар ҳамон ҷо ансамбли мақом ташкил шуд ансамбли мақом ба иштирок карда гуҷое ки набошем дар гуҷое ки нарафтем ино мепурсада ман бо қатори ҳамкасби худам ҳунарманди ӯзбекистон муҳаббатхон шамаев медонед шумо бо қатори ҳамсарашон илёс малаев аз дунё гузаштанд дар ҳамон ансамбл ташкил кардан маро онҳо қабул карданд ки мо шуморо медонем бисёр аз шумо аз ансамбли шумо майли шумо тоҷикистонро дар ҳама ҷо вай мекунед мо бошем ӯзбекистонро гуфта ана то ҳозира мон худо бошукр ман аз парвардигор миннатдор ҳастам ки бо мо қувват медиҳад ки чизе ки мо медонидем чизе ки мо фаҳмидем чизи санъате ки мо ёд гирифтем ҳозир пешвоз мекунем барои халқи амрико бале дар амрико тез хумори тоҷикистон мегирад ҳар дафар мегира аку медонем ҳозир ман барои чӣ омадам элак баҳонаи дидор ғанимат дӯстонро бинем бо дӯстон гуфтугӯ кунем барои он ки ҳозир худаш дунё бисёр дигар хел шудагӣ барои он ки қиматтарин дар ҳамин дунё ин одамизод ин ҳамон дӯстҳои меҳрубон оле дӯстҳои меҳрубонро гум накун мегӯяд сурут ҳамин хел ҳаст аз бари ман омадам ки бо ҳам бо дӯстон якҷо шавем бо ҳам суҳбат шавем бо онҳо гуфтугӯ кунем шинем як пиёла чой нӯшиму ҳамон ватанро дида бо кучу қувват гирифта бо ба шаҳри худ гашта раҳем бале саломат бошед чӣ чиз аст дар зеҳни шумо аз тоҷикистон ки бо ҳама ҷустуҷӯ карданҳо бо ҳама кӯшишҳо бо ҳама талошу талабу пархошҳо дар амрико пайдо накардед дар тоҷикистон мо меҳру муҳаббат дорем дар тоҷикистон аҳду паймон аст сони он урфу одатҳое ки мо дар ин ҷо дорем дар унҷо ин камчин аст ёфта наметавонед ҳамун дар дил ҳаст фаҳмида истодед гуҷое ки мо дорем мегӯед ки шумо тартибу одоботон дигар хел мо гуфтем ки барои он ки мо дар тоҷикистон ин ҳама одоб дар ӯзбекистон гирифта мондагӣ аз барои ҳамин инҳо вақте ки моро файрод мекунанд мо аввал сурудҳои худро мехонем сони анъанаҳои худро нишон медиҳем либоси худамонро чӣ хеле ки мо лаззатҳои ширине дорем самбуса мегӯед палов мегӯед шӯрбо мегӯед ман ҳаминро мо нишон медиҳем ман орзу дорам ки ёшое ки ҳозир ҳастанд ҳамхи мисли моон шаванд монанди моон шаванд ва фикр мекунем ки муҳаббати тоҷикистон на танҳо дар қалб ҳаст ҳатман ки дар хонавода дар пеши фарзандҳо набераҳо агар бошанд суҳбат аз ватан аз тоҷикистон меравад ё на фақат меравад шод ҳастам ки мо аз ёд набаровардем ин ҳамаи ин дар оилаи мо бо қате ки мон суҳбат мекунем бо қате ки мон ҳамроҳ мешавем бо ҳаққу ҳамсояю хешвақт бо муаллима медонед барои ман бо муҳимтаринаш ҳамон ки вақте ки пешои миллат қадам ранҷондан дар сессия ки вақте ки мебиён ин кас мегӯем ки мо бо ҳамватанон мехоҳем ки суҳбат кунем инҳоро бинем моро ин кас аз ёд намебароранд ҳамон ҷошта мон гулгул мешукуфем ки бинед чӣ хел ҳозир зеботарин шаҳр шаҳри тоҷикистон шудааст гулу гулзор ҳамин диламо қувват мегирад бо рафиқи шафиқо ёри қадиму азалӣ зиндагиро сохтанд ба зиндагии якдигар ребу ранг бахшиданд дар шебу фарозҳо дасти ҳам бигирифтанд ва ҳар ҷо ки буданд муҳаббату садоқату эътиқод пушту паноҳашон буду ҳусни баёнашон ҳарфу ҳиҷо аз тоҷикистон хуш ба ҳолашон тамарахонум бисёр хануми хушбахт ҳастанд ки дар паҳлӯяшон як шавҳаре доранд ки тамоми нозу нуз тамоми он чизе ки тамарахонум дар ҷодаи санъат мехоҳад ба рисакамаша муайё мекунам барошон шавҳарашон ин одами вообще санъаткор бузург ин кас ман омадагим ба ин кас уже ами Ляна Ҷонсонна шогирдаш буд ин режиссёри телевидение буд якум канал ҳамин постоянно ёрдамчии Ляна Ҷонсонна буд ана ҳаминҷода шинос шуда ҳамин каса дида ман ба гуфт ки Раҳима ин кия Тамара миллаташ ки ҳам миллати ту наҳод ҳамин хел ман сабаб шудам ино акун ҳамин хел якдигарашон бо ошиқ шудану
بعد زن و شوهر شدن و باریسکه پیش از همه تمارا خانم دوست می‌دارم و مخلص هنرشون هستم و تمام موفقیت هایی که تمارا خانم میگیرد باریسکه این موفقیت را یک جا میخواهد که یک جا باشن و یک جا خرسندی کنند. نوارهایی که ارکستر استرادی گلشن داشت باریسکه را همچون بی‌نهایت کلان هستند. همین رژیسوری تلویزیون بود باریسکه کاتاєв. همین گرفته دوزده بود تاشکمبا. هم رژیسور موندیم و هم حافظه‌ای نامدار استرادا موندیم. خیلی این گپا همیشه برای هزل و شوخی گفتم، لیکن در کسب خود اگر تو باید بزرگ شوی، شخصیت بزرگ شوی، یکمش که خصوصا در صنعت، یکمش این талант، دویمش مهنت دوش شدن در کار. تمارا گویم که مهنتش زیادتر. اینا همین قطر وطن دوستن که همین امریکا با ایستاده شوهر چند تا اسپکتاکل موندگی همین اسپکتاکلشون بود تمام همین صنعت خودش کتی بتون جهان به صنعت تاجیک رو امریکا به زنده کرده پیشنهاد میکنه. ببینید چقدر من فخر میکنم. در کدام شهر یا مملکت نباشند صنعت تاجیکان را، فرهنگ تاجیکستان را ترغیب میکنند و با جهانیان شناس میکنند و همیشه اینها در صحنه هستند و حاضرم ما چقدر که شاهد هستیم سرودای نو به نو ایجاد میکنند و پیشکش میکنند. شوهر من این کس مدیری صنعت کنگرس یهودان بخاری در امریکا نوروز باشد نوروز رو روزی استقلالت رو ما پیش از میگیریم. شما در امریکا استقلالیت تاجیکستان رو جشن میگیرید؟ خوش به حالت. همین سال 30 سالگی تاجیکستان شد. ما هم رو جشن رو به پیش گرفتیم. همون مدیرهایی که در همون جان هستن از پاسولومی، از کنسولومی، از واشنگتن آمده میگن که آفرین به شما، بسیار منتداری میکنند. شما در امریکا گفتید که انسامبل شش مقام تأسیس یافت و شما اونجا هنرنمایی میکنید. اونجا از چی میخونه؟ هر چند که من در شش مقام باشم، لیکن من سرودهایی که در انسامبل گلشن اشتراک میکردم از همون سر میکنم، برای اینکه اینا دانستشان در کار که من از تاجیکستان همون سرودها رو در میکنم. ثانی سرود شش مقام یا که فولکلور گفتن میخونیم. خاطره های بسیار خوشایند یا خاطره هایی که باعث آزردگی میشود در انسامبل با همکارها در یادتان هست؟ روز با نفر جای رفتید؟ البته میدونید من بسیار دوگانه بهترین مقدس نبیه بودم. ما اینجا به حوله داشتیم، همه دخترها خانمان به میون بودن، چیزی که لازم بود ما با هم دیگر میشتیم، گپ زنان میشدیم. حقا در همون وقت من میخوندم سرودی تابادی صبا اگر استادم باشد. تابادی صبا را به گلیستان گذری هست، مرغانی چمن را به رهی گل نظری هست. امید نباید شدنش گردشی ایام، هر شام که آید زی پی آن سحری هست. همین سرود در این کس مقبول شد. ثانی یک روز مقدس من بگفتن که همین سرود بسیار قلای این کس سرود کولابی رو میخواندن. خیلی گفتم من بیم بالار من به شما سخنش نرسیدم. این کس ثانی با ارکستر سیمفونیش که خواندن از اون باز این کس همین سرود رو خواندن. من بسیار به مقدس پیشنهاد کردید. لیکن این سرود نیرو امینوف بود، سخنی توغرل. مقدس بسیار عجایب انسان بودن، عجایب سراینده بودن. میدونه به همین آدم اگر کسل می بود مقدس رو میدید ساق و سلامت میشد، برای آنکه این کس همین خیلی انرژی همین خیلی خوبی داشتن که همین خیلی برآمدشون بسیار خوب ترین بود. حضورشون همیشه که خوشی می آورد. خوشی می آوردن، بسیار خوب است. این کس حتما کدگی فیزیکالتور نی، لیکن همون ورزش در دختر بودن. ساعت در درونشون بود. مثل شما. نمیدونم خیلی. شما کو طبیب بوده. بهترین دوگانه من همین کس بودن. محبوبایی روم رحیم شاعرستانی مغفرت خمرکول. مغفرت خمرکول بسیار یاش بودن. همه ما بسیار اتفاق بودیم. این خیلی گپو نبود که وقت خوند این نه. پیش مثلا وقتی گلشن میگفتن
به یک کس مراجعت نمیشد. اگر گلشن میگفتیم تمرا خانم رو میدیدیم، اگر گلشن میگفتیم رحیمه رو میدیدیم، اگر گلشن میگفتیم مغفرت و مقدس رو میدیدیم، یا تاج الدین و بهادر و کرامت الله و عمر زیا رو میدیدیم و خرما رو میدیدیم. یعنی که کسی من نمیگفت. در گلشن برکت گلشن شاید همین بود، برد گلشن شاید همین بود که آنجا من نبود، آنجا همگی که ما بودند برابر بودیم. بله همگی به یک بارگی شخصیت بودید، همگی به یک بارگی چهره بودید. استاد عارف شاه عارف بسیار سختگیر بودند در وقت کار، لیکن بعد از کار همچون دوست بودند. بنابراین همه وقت حرکت میکردند که ما سرجم نگاه دارند. امروز هم سرجم شدند، شکر بوده ها دارند و یادی گذشته ها. میان 4 دیوار بلند چایخانه آوازدار راحت، در نگاه و در بیان و لبخندها خاطره ها جوش میزنند. دیدن این منظره واقعا سبق برداشتنی است بیننده عزیز، زیرا حضور هر کدام واقعا تاثیر دارد، اعتبار دارد، زیرا همه چهره های سرشناس استادان صنعتند و اما کسی اینجا من نیست. اینجا همگی ما شدند، ما هستند یک مشت. عجب همروانی و همزبانی زیبایی. باز هم حوالشان. من специально картина تیوی خریدیم شوهر من، برای آنکه میداند که من بسیار دوستش دارم تاجیکستان رو. هم چیزی که میشود من باید فهمیده مانم چی شده ایستاده است، کجا رفته ایستاده است، چی مبلغ دارد، چی حاضر بای گیرش ایستاده است، چی حاضر گفتگو شده ایستاده است. هم رو دیده من سرم حس میکنم که من در تاجیکستان منبع هست، سانی بهارستان، سانی جهان نما. سفینه برای من از همش بهترین محبت بسیار دارم. برای چی من بسیار شما رو همین پیردچای شما رو من دیدگی بسیار با من معقوله. همین خیلی میدونید این چیزی که شما میبرید، چیزی که شما گفتگو دارید برای همین آدم هایی که تکلیف میکنید، این تربیوی هست. این بسیار خوش برای من بسیار خوش. من باور میکنید می ساعت 1 شبم 2 شب شود اگر من ساعت ما دیگر خیلی من میگم که نه، من اول پیردچ سفینه رو میبینم، من دوگام رو تماشا میکنم، سونه میروم خوبم. انا بخوام در دل جای گیتگی زی انا همین عشق، زی انا همین محبت شاید به همین خاطر است که شاعر گفته است که گر در یمنی تو با منی پیش منی، گر پیش منی و به منی در یمنی. یعنی که هر جا که اگر انسان باشد و اما در فکر خانواده باشد و اما اگر در فکر وطن باشد و در اندیشه آباد کردن وطن، مثل که او در آغوش وطن جای دارد. وطن با اوست و او با وطن. در آغوش دوشنبه گلبسر و در این فصل سال طلایی، با یک غرور و افتخار بسان یک صاحب وطن قدم میزنند. از هوای تازهش، از فضای آزادهش بهره میگیرند، چشم آب میدهند، در سراغ جوانی ها طلب دیدار دارند با گلشن. و موجب این واخوری بود بهادر نعمت هنرمند ارشد. و اما خیلی مفید آمد این دیدار به مهمان ها و به هنرمندان جوان گلشن. همگی گوش و هوش بودند وقتی شنیدن قصه ها از تاریخ گلشن و بزمی که جوانان آراستند برای مهمان ها و همزمان ترانه‌ای که تقدیم بنمود تمرا خانم به احترام هنرمندان جوان مانند به یک پل گشت که دو نسل را به هم پیوست. و حتما که این گونه دیدار دیدن ها، این گونه به هم آمدن ها در رشد و کمال هنرمندان جوان به تأثیر نخواهد ماند. بچه ها چند نفر هست؟ 4 تا فرزند، همشون شوهرشون هست، زنشون هست، نویره هست، اویرا هم هست. مبارک باشد، مبارک باشد. جوانترین بیبی، زیباترین بیبی. حیات شیرین است، زندگی کن راحت کن، گه زهری زبانش بیزن طاقت کن،
زنبوری اصل غیری اصل نیش دارده خوردی اصلش به زهرشم طاقت کن زنبوری اصل غیری اصل نیش دارده خوردی اصلش به زهرشم طاقت کن. چقدر زن طاقتوار شود همین قدر خوشبخت‌ترین میشود. بله. میگوید که آدم یارت قابل باشد از تو خوشبخت‌ترین ضعیف نیست. یار من قابل هستن این کس خودشون که رژیسور در تاجیکستان کارگردان هنرمندی کارگردان بودن. این کس برای من اجازه دادگی در 4 تئاتر امریکا برآمد داشتم. این کس یک سپکتاکل پیسه موندن. این کس من به رول دادن رول شیشه‌خوان. این رول شیشه‌خوان یک قدر отрицательный. من خودم برای جان отрицательный آدم نیستم. من نمیخوام که رول отрицательный نمیدونی. این نقشی بسیار خوبی هست. این هر چی تو آدم این خیلی نقش رو برآمده نمیتواند. انا هم برآمد وقتی که کردن آدما مرا میدونست که من گلشن تمرخان سانی وقتی که این و اسپکتاکل برآمدم نامی من شیشه‌خوان شد. من هم خیلی جواش بود که من همین لیویچه را دیدم گفتم که آی لیویچه اگر تو مرا بزنی نگیری من رفته به پیش امیر دعوت میکنم تو رو به زندان میپوسانم. سانی وقتی که این رو در زندان موندن همین خیلی قرار کردم که من گفتنم در کار همین خیلی سرود هست. من غلط کردم که وا کردم در قصد تو این قدر قیمت بوده است آواز سازی دستی تو آواز سازی دستی تو. سانی آدم های دیدگی گفت که ای تمرا خان ما اول شما رو همین خیلی بد دیدیم که همین خیلی کارا کردید لیکن همین خیلی شما رول رو برآمد کردید که همین خیلی من رول به درآمدگی که همین خیلی آدما باوری کردگی. سانی دیوم رولی همون به خاطرم موندگی در رولی ارشین ملالان گوچهره رو بازی کردم. برای آن که مادری من در سال 1035 سال این کس همین رول رو بازی کردگی. من گفتم نقش مادر رو تکرار کرده. نقش مادر رو میبازم گفتم فقط برای خاطری مادرم گفتم همین رو در سال 2012 برآمد کردم. همین سال با دعوت مینیستر کلتوری آذربایجان در همونجا بودم. بسیار اینها ناس مرا قبول کردن با شوهرم با برجان ما رفتیم. حیران شدن که شما در از تاجیکستان هر چند باشید شما هم خیلی برآمدی آذربایجان هم کردتون میگفته بسیار خرسند شد. همین قطر همین جدا بخط شروع کنسرت بود. بخط همین قطر آدما بخط از تخت دل قبول کردن. اینا چخل قبول کند قبول تا میخل مخصوصیت بکنم که منای ما میخل قبول کرد. یک جای مکتب یک استراد گلشن برای همین من بخط خرسند. ما صنعتکارا را ما همین هنرمندایی که هستیم ما را یک چیز جمع میکند و یک چیز وید میاره. این مهر یک دیگری ما است. آرزو میکنم که همه هنرمندان سلامت باشد، تن صحت باشد و همین مهری که در ما هست بگذار که تا ابد تا ما هستیم با همین مهر یک جا باشد. تمنا دارم که دویم آماده هستند. تاجیکستان همیشه اینها را انتظار است. ما انتظار هستیم همیشه دوستی ما پاینده باشد، روز تا روز مستحکم شود و در گیجایی نباشند، صحت سلامت باشند. بریا عمرکش درست شود. من میدونم که تمرا سیر فرزند نبیرادور حتی ابیرادور و تیز تیز بیاین برای که همه تشنه همین اکای باریسم پروفسوری انستیتوت صنعت پروفسوری فخری انستیتوت صنعت هستم. برای من میخواهم که تیز تیز بیاین. اونا هم دلشون سرانو
وطن میکشد دل. تمنا دارم، خواهش دارم، آرزو دارم که وقتی که 60 سالگی ارکستر گلشن را قید میکنیم اینها حتما حضور داشته باشند و اشتراک کنند در اینجا هنرنمایی کنند. اصلا که اگر توجه کرده باشید ما بیشتر که خاموش بودیم و به شما بیشتر توجه کردیم، چون از بیان شما، از چهره شما اونقدر محبت پدید می آید که انسان میخواهد فقط گوش و هوش باشد و ضرورت سوال گذاشتن هم مثل که نیست، ضرورت پیش گذاشتن سوال نوبتی هم نمی شود، چون همگی که از محبت بیان می شود. دیدن همین، احساس کردن همین گوارا بود برای ما. این درگاه یک زمان شاید کارگاه شما بود، یا این درگاه یک زمان شاید صحنه بود که اینجا شما برآمد میکردید و امروز این درگاه کارگاه ما هست و امروز شما از امریکا طریق شبکه با محتوای برنامه‌های این درگاه توجه میکنید و سپاس که الان نظر خود را درباره برنامه‌های تلویزیون گفتید. اینک از همین منبر، از همین درگاه بفرمایید برای بیننده‌ای که بعد چندی در امریکا به شما توجه میکنند و به مخلصانی که اینجا هستند در تاجیکستان و از دیدن شما خیلی شاد شدند، از شنیدن شما خیلی شاد شدند و ایشان چی تمنا دارند؟ از دعوت بسیار من شاد هستم. من در تاجیکستان میخوام که چلی که حاضر زیباترین شده ایستاده است. میخوام که تاجیکستانی ما همیشه تن صحت و سلامت باشد، سربلند باشد، خبرهای نیک به گوش شما آمده رسد. برای آن چی؟ حضور ما در امریکا شنیم، اگر خیال ما، دل ما در همین جا، در تاجیکستان. توی حیات است در این خاندان، توی نشاط است در این خاندان، رقص کنان دستفشان مرحبا، پیر و جوان یاش و رفیق مرحبا، توی مبارک شود باز مبارک شود، توی مبارک شود باز مبارک شود، توی مبارک شود باز مبارک شود، توی مبارک شودی سفینه محبتمان مبارک شود. سلامت باشید، سلامت باشید. واقعا هم مثل که توی داشتیم، چون مهمان داشتیم، یک نفر بسیار زنده دل را، یک نفر بسیار آزاده کار را، شما را. سلامت باشید. مهر و محبت خلق تاجیک، گل و گیاه و سه‌برگه طبیعت بسیار آزاده و افسانوی تاجیکستان نازنین، چپایانداز مخمل نثار قدام مبارکتان. بار دیگر خوش آمدید. اینک فرصت فرا رسید و وقتی سفر در رسید و این تشریف بی ثمر نبود برای هنرمند. اول اینکه دوستان جانیش را دید در راحت و راحت فزود در روح و روانش. بعداً برکت زحمت و صداقت و کوشش و تلاش ایجاد را تفسیر کرد در گلشن پیش هنرمندان جوان و از نگاه گرم ایشان عزت یافت و بحر دلش گشاده شد و مهمتر از همه با مخلصان دیدار دید. روی صحنه جلوه کرد، چون استقبال گرم دید گل گل شکفت، جانی تازه دریافت، سرش به آسمان ها رسید. یعنی این آمدن و این دیدار دیدن با وطن مبارک بود، هم برای او و هم برای ما. همین طرنه پس راهش سفید و سفرش به خطر باد و تا موعد دیدار نو.